اگر تو هم میخوایی مثل من توی 10 روز لیدربوردی همستر کامبت بشی و پرچم ایرانی رو بالا ببری، یا اینکه میخوای توی یه مدت کم حتی بدون وارد شدن به همستر بازی کردن حتی یک بازی 250 کلیت بگیری و سهم تو از ایدرا بالاتر از هر کسی ببری، یا اینکه میخوای بدون اینکه از کسی بخوای 10 تا فرند بگیری و همستر بانک رو باز کنی، یه سری کد موز رو خودکار کنی و خرید کارتای با ارزش رو هم خودکار کنی و این کار رو همه رو برات یه بات انجام بده، باید این ویدیو که پیش نیاز همه این رو از تو ببینی و یه اکانت گیت هاب بسازی و ماین 24 ساعته رو فعال کنی. کانال ما هم حتما ساب کنی. برو که بریم. سلام، به این ویدیو خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو قراره یه کار خیلی مهمی رو بکنیم، 24 ساعتی کردن همستر و ماین بی‌نهایت. خب اگر توکن رو از ویدیو قبلی نگرفتید حتما برید توکن رو بگیرید که الان قراره با اون توکن همستر رو به صورت 24 ساعت فعال کنید. اولین کاری که باید بکنید اینه که بیاید توی گوگل و سرچ کنید گیت هاب. فقط با یه اکانت شما میتونید همسترتون رو به صورت 24 ساعت ماین کنید. وارد همین صفحه اول میشید. خب بعد از اینکه وارد این صفحه شدید روی ساین این میزنید. دقت کنید مراحل در لپتاپ و کامپیوتر هم به همین شکله. میاد روی کرییت ان اکانت میزنید و وارد همین صفحه میشید. حالا میگه که ایمیلتون رو وارد کنید. خب بعد از وارد کردن ایمیلتون روی کانتینیو میزنید. یک پسورد بعد انتخاب کنید. بعد از اینکه پسورد رو انتخاب کردید روی کانتینیو میزنید. یک یوزرنیم بعد انتخاب کنید. بعد از اینکه یوزرنیم رو انتخاب کردید روی کانتینیو میزنید. این تیک رو نمیزنید و کانتینیو میکنید. بعد وارد همچین صفحه میشید. بعد تایید کنید که شما ربات نیستید. سعی کنید یک وی پی ان خوب استفاده کنید تا کمتر اذیت بشید توی این مرحله. خب حالا بالا اومد. روی وریفای میزنید. اینجا دقت کنید که اگر وی پی انتون بد باشه این مراحل زیاد میشه و بیشتر از 2 تا میشه. و اینجا یک سری علامت میاره که باید با هم در یک راستا قرار بدید. مثلا این صندلی رو در یک راستا قرار میدید ولی سابمیت میزنید. و اینجا این کفش رو با این دست در یک راستا قرار میدید و دوباره روی سابمیت میزنید. تیک میخوره. چند نوع بازی دیگه هم میتونید بیاره، مثل بازی تاس و چند نوع بازی دیگه. بعد وارد این مرحله میشید، یک کدی برای ایمیل شما میاد و شما باید اینجا وارد کنید. بعد کد رو وارد میکنید و منتظر میمونید. بعد وارد همین صفحه میشید. بعد یوزرنیم یا ایمیلتون رو بزنید و این پایین هم پسوردتون رو بزنید. بعد این پایین پسوردتون رو وارد میکنید و بعد روی ساین این میزنید. بعد وارد همین جایی میشه. اینجا جاست می رو میزنید، کانتینیو میکنید. میایید پایین اینجا رد میکنید. بعد یه کانتینیو فور فری میزنید. خب تمومه. اکانت شما ساخته شده و الان باید فقط ماین 24 ساعته رو بهش اضافه کنید. خب اما بریم سراغ آموزش توی گوشی. اگر میخواید توی کامپیوتر آموزش رو ببینید بعد بزنید ویدیو رو جلوتر. توی تایملاین میتونید دقیقه آموزش کامپیوتر رو ببینید. خب بعد از اینکه وارد لینکی که توی کامنت ها پین کردم شدید، وارد یه همچین صفحه میشید. بعد حتما روی این دکمه بزنید. حتما نگاه کنید که اینجا یه آیکونی باشه که نشون بده که شما ساین این کردید توی گیت هاب. روی این گزینه میزنید. میایید پایین. برای کرییت فورک میزنید. خب حالا روی این سه نقطه میزنید و اینجا اکشنز رو انتخاب میکنید. دوباره اکشنز رو انتخاب میکنید و روی آیا اندرستند میزنید. خب حالا روی آل ورد پروز میزنید و روی این گزینه میزنید و اینجا اینیبل رو میزنید. حالا روی این گزینه سه نقطه بالا میزنید و میاد توی تنظیمات. بعد میاد پایین که secrets and variables actions. دوباره میاد پایین
نیو ریپوزیتوری سیکرت رو میزنید، دوباره میایید پایین، اینجا بنویسید توکن، حتما حروف بزرگ انگلیسی بنویسید و اینجا اون توکنتون رو که از ویدیوی قبلی گرفتید میذارید. خب بعد اینکه توکن رو گذاشتید روی اد سیکرت میزنید، و ربات شما آماده است. حالا میتونید بشینید و به ماین 24 ساعتتون نگاه کنید. نیاز نیست گوشیتون روشن باشه، نیاز نیست اینترنتتون روشن باشه، نیاز نیست کامپیوتر روشن باشه، حتی نیاز نیست که تلگرام روی گوشیتون داشته باشید. این ربات خودش به صورت خودکار میره و ماین 24 ساعته رو براتون انجام میده. خب اما وارد آموزش توی کامپیوتر میشیم. وارد اون لینکی که توی کامنت ها پین کردم میشید به این آدرس و میایید روی فورک میزنید. اینجا روی کرییت فورک میزنید. مراحل دقیقاً عین همون مراحلی که توی گوشی طی کردید. خب حالا دوباره میایید توی اکشن، این گزینه رو میزنید، میایید اینجا، این رو میزنید، میایید توی سیتینگز، سیکرت اند واریبلز، اکشنز رو میزنید، میایید پایین، نیو ریپوزیتوری سیکرت رو میزنید، اینجا می‌نویسید توکن با حروف بزرگ حتما و سیکرتتون رو میذارید. خب توکن رو قرار میدید و اد سیکرت رو میذارید. خب بات شما آماده است و شما میتونید حتما یه 24 ساعت لذت ببرید و با همین سادگی شما میتونید خیلی کارهای دیگه رو هم بکنید. اگر میخواید آموزشی کارهای دیگه هم بذارید حتما این کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید و شیرش کنید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.